سلام بچه‌ها، چطورید؟ اینجا چنل نیوزر دراپس. لایک، کامنت و ساب یادتون نره. امروز اومدیم با یه ایردراپ خیلی خفن به اسم مینفای کوین. خب بریم که داشته باشیم. خب این ایردراپ هم مثل بقیه ایردراپ‌ها باید کلیک کنید و امتیاز جمع کنید، سکه جمع کنید. به جز کلیک کردن چیزای دیگه هم داره که الان براتون توضیح میدم. خب بریم قسمت بوسترز رو براتون توضیح بدم. توی قسمت بوسترز یه بخش توربو داریم، یه بخش ریچارج داریم. بخش توربو برای اینه که ضربه های شما که الان ضربه من 7 تاییه ضرب در 10 میشه و ریچارج باعث میشه که این استخر شما دوباره پر بشه. الان استخر من 4000 تا جا داره، وقتی من بزنم کم میشه و خب وقتی صفر بشه میتونم با استفاده از ریچارج دوباره پرش کنم. خب اینجا تپ بات رو داریم. تپ بات میاد بهتون 3 بار قابلیت استفاده میده، فقط به مدت 3 ساعت. یعنی 3 ساعت براتون کار میکنه و 3 بار هم میتونید در طول یک روز استفادهش کنید. الان من چون 3 بارش رو استفاده کردم 22 ساعت دیگه میتونم دوباره استفاده کنم. خب بریم قسمت دمیج همون ضربه های شماست. الان برای من چون لول 7 ضربه هم 7 تایی حساب میشه. انرژی کپ همون استخر شما یا مخزن شماست، برای من 4000 اینجا همونطور که میبینید. و قسمت آخری ریچارجینگ اسپید، اون سرعت پر شدن استخر شماست، سرعت پر شدن که اینجا دارید میبینید. خب این از قسمت بوسترز. قسمت استیتس برای رنک، حالا کسایی که نفر اولن نفر دومن توی رنک برنز یا رنک های دیگه، حالا هر چی که باشه، حالا من رنک برنزم. قسمت ارن باید یه سری کارا انجام بدید تا بهتون سکه بده. بریم ببینیم. خب الان این قسمت میگه که بریم توی چنلشون، اینستاگرامشون رو فالو کنیم، تیک تاک فالو کنیم، توییتر فالو کنیم، یوتیوبشون رو فالو کنیم و لینکدینشون رو، و بهمون امتیاز میدن. خب بقیه چیزاش هم جدید اومده، مثل این و این و این، که اینا هم حالا کارهای خاص خودشو دارن که باید برید انجام بدید. چیز خیلی سختی نیست، کاملا راحته. یا حالا باید برید چنل یوتیوب یا چنل تلگرام فالو کنید یا حالا توییتر رو فالو کنید. از این چیزاست، خیلی چیز سختی نیست. خب قسمت اینوایت هم که برای دعوت کردن دوستاتونه و همین. خب بجز اون این قسمت هایی که ما داریم، این گرگی که حالا وسط صفحه میبینید الان برای من لولش 3 هست، اینجا نوشته لول 3. این گرگو هر چقدر شما ببرید بالاتر امتیاز بیشتری میگیرید. الان اینجا کلیک کنم، خب اینجا کلیک کردم، HP این گرگه 2 میلیونه، گرگ لول 3، و جایزه زدنش هم 100,000 تاست. حالا زدنش به چه صورته؟ زدنش خب همون کلیک هایی که ما میکنیم اینجا در واقع اون HPش یا حالا اون جونش کم میشه و وقتی به 2 میلیون برسه میمیره و اینجا لول ما میره بالا. جایزش هم که 100,000 تاییه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت و ساب یادتون نره.